آن کسانی که در اطراف تو از بچگی تا الان تو رو احاطه کرده بودند و با تو مراوده داشتند، همه سعی کردن در واقع در تو این ساختمان رو بسازن و تو شدی الان این انسانی که الان هستی که این ساختمان یک زیربنایی دارد، یک فونداسیونی دارد که در واقع عزت نفس و اعتماد به نفس است، همون چیزی که ما کلا در مجموع میگیم باور از خود. خب بقیه این ساختمان یک مجموعه است از باورها، شاید صدها هزار و یا میلیون ها با آجر که در کل ساختمون مثلا چندین طبقه تو در واقع تعبیه شده است و کار گذاشته شده. اما بشناس این دونه دونه آجرها رو. هر آجری باور از یه چیزیه. مثلا یک آجر باور از پوله که از اول بچگی تا الان در تو ساختن که مثلا پول چیه؟ آیا پول چرک دسته؟ آیا مال و منال دنیا تو از خدا دور میکنه؟ آیا پول باعث دردسره؟ آیا پول و ثروت ریشه همه فساد هاست که آدم باش میره جهنم؟ یا اینکه نه، پول نمادی از لطف و نعمت و عنایت خداست برای یک انسان، برای تو. به هر حال آنچه را که تو الان وارثش هستی یک آجری است از پول، یک باوری است از پول که تو هر وقت خواستی راجع به پول فکر کنی این آجره فرمان اندیشه میده، یعنی سیگنال میده به ذهنت، به مغزت که تو راجع که پول چیست و چگونه باید در باش فکر کنی، بری دنبالش یا نری دنبالش، پول خلاص خوبه یا پول خلاص بده. اندیشه شما از تک تک آجرهای باورهای دستور میگیرد. مثلا اینکه باور از پول در تو چگونه ساخته شده است؟ آیا کلی خمپاره و ترکش و اینا خورده و اذیت شده این باور از پول؟ لذا تو باور قشنگ از پول نداری، برای همین نمیتونی بری دنبالش. برای که باید عالی ترین باور رو از پول داشته باشی تو بتوانی بری اندیشه های ثروت آفرین و پول آفرین بکنی و بتونی بری پولدار شی، بتونی بری ثروتمند شی. یا مثلا یه آجر دیگر رو مثال بزنم، یه آجر دیگه مثلا باور از خداست که تو خدا رو چگونه باور کردی؟ آیا خدا از نظر تو باورات اینه میگه که خدا یک موجود قهار منتقم است که فقط یک موجود شروری که فقط استغفرالله میخواد تو رو فقط با آتش جهنم بسوزونه؟ یا نه، باورت از خدا میگه که این آجر میگوید که خدا یک موجود مهربان است، عاشق است، زیباست، بخشنده است و فقط دلش میخواد تو رو به بهشت ببره. بنابراین میبینی که کلیه تک تک اندیشه و تفکرات تو که بالمعال تفکرات تو زندگی در دنیای بیرون میسازه، تمام این تفکرات لحظه به لحظه، تمام اندیشه های لحظه به لحظه از تک تک آجرهایی یا از تک تک فونداسیون این ساختمون که عزت نفس و اعتماد به نفس هست، یعنی باور از خود، دستور میگیرد و تمام این اندیشه ها در دنیای بیرون زندگی تو رو میسازه. بنابراین مواد اولیه‌ای که به کارگاه ذهن تو میرود که در واقع اندیشه تولید بشود به عنوان محصول نهایی و از وجود مقدس تو، از شخصیت تو بیاد بیرون و این اندیشه در دنیای بیرون به یک چیزی تبدیل بشود، همه از باورهای تو دستور میگیرن. بنابراین آنچه را که الان تو هستی اندیشه های تولید میکنه که باورهایت این گونه میگوید. چه کنیم اگر نوع تعلیم و تربیت تو به گونه بوده است که بدترین باورها رو در تو ساختن و بسیاری از باورهای تو رو تخریب کردن و خراب کردن؟ الان چی کار میتونی بکنی؟ کاری نمیتونی بکنی. پس بنابراین تو عزیز دل من امروز وارث یک ساختمانی هستی به نام ساختمان باورهایت که از یک فونداسیون تشکیل شده که نام اون فونداسیون باور از خود است که هر لحظه فرمان اندیشه میده که راجع به خودت چجوری فکر کنی، و یه مشتی یعنی میلیون ها آجر است که هر آجری باور از یه چیزی است. حتی یه آجر تو این دوره چه بسا اگر من قبلا نمیشناختی، یک آجر به آجرهای نظام باورهایت اضافه شده به نام باور از آزمندیان. خب که در واقع اگر تو باور قشنگی از من داشته باشی هر آنچه را که میگویم میبلعی، و اگر باور خوبی از من نداشته باشی، اگر از دهان من گوهر و در و گوهر ببارد تو هیچی دریافت نمیکنی و بی اعتنا از کنار این مباحث الهی رد میشوی و میروی و هیچ بهره ای از این آموزش نمیگیری. پس حالا متوجه شید چقدر باورها مهمن. یعنی اینکه مثلا دوره 7 ماهه ثروت آفرینان چقدر بتونه به تو آموزش بده و در تو تحول ایجاد کنه و دنیای تو رو قشنگ کنه، به این بستگی دارد که از دکتر آزمندیان و از این دورش چه باوری داری.